سلام دوستان، در این ویدیو با سیاهچاله ها آشنا میشیم. سیاهچاله ها سالها ذهن دانشمندان و حتی مردم عامه را به خود مشغول کرده اند. این اجرام اسرارآمیز دارای گرانشی بسیار قوی هستند که حتی نور هم نمیتواند از آن بگریزد. به جرئت میتوان سیاهچاله ها را یکی از اسرارآمیزترین و عجیبترین اجرام شناخته شده دانست. سیاهچاله، اجازه ندهید این نام شما را فریب دهد، چرا که برخلاف اسمش یک فضای خالی نیست. در این ویدیو قصد داریم به تفصیل درباره سیاهچاله و ساختار آن و همچنین شگفتی‌های این اجرام مرموز بپردازیم. اگر به دنبال تحقیق درباره سیاهچاله هستید، با ما همراه باشید. تصور کنید که به مرکز کهکشان راه شیری و در فاصله 26,000 سال نوری از زمین سفر می کنید. در آسمان میلیون ها ستاره را مشاهده می کنید و در افق کره‌ای سیاه رنگ و سیار عجیب به نام سیاهچاله طلوع می کند. اندازه آن 10 برابر اندازه خورشید و جرم آن میلیون ها برابر خورشید است. سیاهچاله ها یکی از عجیب ترین و شگفت انگیز ترین اجسام در فضا هستند. جرم بسیار زیاد سیاهچاله سبب ایجاد نیروی جاذبه بسیار قوی در اطراف آن شده، به گونه‌ای که حتی نور نمیتواند از جاذبه قوی آن فرار کند. این جاذبه به قدری قوی است که تمام مواد را در فضای کوچک فشرده می کند. اصلا سیاهچاله ها چگونه تشکیل می شوند؟ متداول ترین راه تشکیل سیاهچاله مرگ ستاره هاست. سیاهچاله ها از مرگ ستاره های بسیار سنگین، مخصوصا ستاره های نوترونی متولد می شوند. ستاره ها راکتورهای همجوش عظیمی هستند که به دلیل بزرگ بودن بیش از اندازه و وجود گاز میدان گرانشی شدیدی درونشان شکل گرفته و ستاره از درون منهدم می شود. ستاره شناسان تاکنون 4 دسته سیاهچاله را شناسایی کردند: سیاهچاله های ستاره‌ای یا ستاره‌وار، سیاهچاله های کلان جرم و سیاهچاله های جرم متوسط یا میان جرم و ریز مقیاس. سیاهچاله های ستاره‌ای وقتی سوخت ستاره‌ای تموم میشه دچار فروپاشی گرانشی میشه. این فرایند در ستاره های کوچکتر، یعنی با جرمی 3 برابر جرم خورشید، باعث میشه هسته جدید به ستاره نوترونی یا کوتوله سفید تبدیل بشه. اما با فروپاشی ستاره‌های بزرگتر سیاهچاله ستاره‌ای به وجود میاد. سیاهچاله‌های ستاره‌ای معمولاً بسیار متراکم هستند. بدین ترتیب نیروی گرانشی دیوانه‌واری به وجود میاد. سیاهچاله‌های ستاره‌ای میتونن گاز و غبار اطراف خود رو جذب کنن و بزرگتر شوند. به نقل از مرکز اختر فیزیک اسمیتسونین هاروارد که یکی از مراکز برجسته فیزیک نجومی در جهانه، راه شیری دارای چند میلیون سیاهچاله ستاره‌ای است. سیاهچاله‌های کلان جرم. سیاهچاله‌های کلان جرم با اینکه از نظر ابعاد هم اندازه با خورشید هستند، چندین میلیون یا چند میلیارد برابر سنگین‌ترند. به گمان دانشمندان این سیاهچاله ها در مرکز کهکشان ها از جمله راه شیری قرار دارند. سیاهچاله های کلان جرم ممکنه حاصل ادغام صدها یا هزاران سیاهچاله کوچک باشند. همچنین ممکن است ابرهای گازی بزرگ دچار فروپاشی شده و مواد را به سرعت جذب خود کنند. با این حال دانشمندان هنوز از ماهیت و عناصر تشکیل دهنده آن اطلاعی ندارند، زیرا این ماده نوری از خود منتشر نمی کند و نمی توان به صورت مستقیم به رصد آن پرداخت. اما جوردی دیولار و همکاران او با استفاده از واقعیت مجازی سیاهچاله ها را شبیه سازی کردند.
در این شبیه سازی سیاه‌چاله‌ای با مواد درخشان احاطه شده. این ماده به شکلی گرداب مانند در سیاه‌چاله ناپدید می شود و پلاسمای درخشان تولید می کند. سپس نور بر اثر گرانش قوی سیاه‌چاله دچار انحراف می شود. سیاه‌چاله جرم متوسط یا میان جرم. دانشمندان زمانی تصور می‌کردند سیاه‌چاله‌ها تنها به دو طیف بزرگ و کوچک تقسیم می‌شوند، اما پژوهش‌های جدید نشان دادند سیاه‌چاله‌های جرم متوسط یا IMBH هم وجود دارند. سیاه‌چاله میان جرم سیاه‌چاله‌های جوانی هستند که از انفجار ابر نواختری پدید آمده‌اند و با بلعیدن مقدار زیادی ماده به این جرم رسیدند. ستاره شناسان در سال 2014 سیاه‌چاله جرم متوسط را در بازوی یک کهکشان مارپیچی پیدا کردند. به گفته تیم رابترت از دانشگاه دورهام بریتانیا، ستاره شناسان سخت در تلاش بودند تا این سیاه‌چاله‌های متوسط را کشف کنند. نشانه‌هایی از آنها وجود داشت، اما این سیاه‌چاله‌ها علاقه‌ای به کشف نداشتند. بر اساس پژوهشی در سال 2018 ممکن است سیاه‌چاله‌های جرم متوسط در قلب کهکشان‌های کوتوله یعنی کهکشان‌های بسیار کوچک وجود داشته باشند. رصد 10 نمونه از این کهکشان‌ها که 5 مورد آن قبل از این بررسی ناشناخته بودند نشان داد که فعالیت پرتوی ایکس متداول در سیاه‌چاله‌ها می تواند مدرکی برای وجود سیاه‌چاله‌هایی با 36,000 تا 316,000 جرم خورشیدی باشد. سیاه‌چاله‌هایی که از نظر جرمی کوچکتر از سیاه‌چاله‌های ستاره‌وار هستند، مینی سیاه‌چاله یا سیاه‌چاله‌های ریز مقیاس بهشون میگن. جرم این سیاه‌چاله‌ها کمتر از 3 برابر جرم خورشیده و در فشار ابرهای میان ستاره‌ای ممکن است تشکیل شوند. از آنجا که بسیار کوچک هستند، برای تشکیل آنها مشکلاتی وجود دارد. کم بودن جرم به معنای گرانش ضعیفتر است و به این معناست که این اجرام مینیاتوری نمیتوانند به طور کامل رنبش کنند. رنبش یعنی فرو ریختن یک جسم به درون بر اثر گرانش خودش و نمیتوانند همه چیز را خرد نمایند. برای تشکیل سیاه‌چاله‌های ریز مقیاس نیازمند مقادیر عظیمی از فشار خارجی هستند. امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. در ادامه از رصد نزدیکترین سیاه‌چاله به زمین براتون میگم. پس ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و در ادامه با ما همراه باشید. تکشاخ یا یونیکورن نزدیکترین سیاه‌چاله شناخته شده به زمین تنها 1500 سال نوری فاصله دارد و 3 برابر سنگین‌تر از خورشید است. نام این سیاه‌چاله کوچک معنایی دوگانه دارد. این سیاه‌چاله نه تنها در صورت فلکی تکشاخ قرار دارد، بلکه با جرمی کم یعنی تنها 3 برابر جرم خورشید در نوع خود منحصر به فرد است. سیاه‌چاله یونیکورن دارای یک همراه از نوع غول سرخ است که در پایان عمر خود به سر میبرد. این ستاره همراه در طول سالهای گذشته با ابزارهای متعددی و ماهواره تس ناسا رصد شد. دانشمندان با تحلیل داده‌ها متوجه نکته جالبی شدند. شدت نور غول سرخ نشان دهنده وجود شیء دیگر و تأثیر آن بر این ستاره بود. یک سیاه‌چاله جوان از یک ستاره خورشید مانند در نزدیکی خود تغذیه می‌کند. هیچ کس نمی‌تواند مستقیما سیاه‌چاله‌ها را رصد کند که به طور قابل توجهی اثبات وجود آنها را دشوار می‌کند. بهترین شواهدی که تاکنون یافته ایم از سیستم‌های دوتایی می‌آیند که در آن یک ستاره مرئی در مداری با سیاه‌چاله عظیم الجثه و در عین حال دیده نشده به دام افتاده است.
و اما در آخر از سفیدچاله ها براتون میگم. سفیدچاله ها نواحی نظری در کیهان هستند که برخلاف سیاهچاله ها عمل میکنند. سفیدچاله معکوس سیاهچاله است و همه چیز از آن رو به بیرون می آید. با نزدیک شدن یک سیاهچاله به یک سفیدچاله، جرم سفیدچاله به عنوان منبع تغذیه برای سیاهچاله خواهد شد و توسط سیاهچاله بلعیده خواهد شد. در نتیجه برخورد سفیدچاله با سیاهچاله منجر به تشکیل یک سیاهچاله بزرگتر خواهد شد. ولی بر اساس نظریه دانشمندان، گرانش کوانتومی فروپاشی یک ستاره پس از مرگ که منجر به تبدیل سیاهچاله می شود تنها یک اثر موقتی است، زیرا در نهایت با انفجار و مرگ سیاهچاله یک سفیدچاله ایجاد می شود. دوستان عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید و براتون مفید و هیجان انگیز بوده باشه. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.